زمین روزی کند 3 بار فریاد، چرا تو غافلی ای آدمی زاد؟ مشو بر فرصتی 2 روزه مغرور، تو را باشد دلی من خانه گور. این ندای زمین است. زمین روزی کند 3 بار فریاد، چرا تو غافلی ای آدمی زاد؟ ندای میکرده است. چی ندا میکرده است؟ مشو بر فرصتی 2 روزه مغرور، تو را باشد دلی من خانه گور. به حسرتها درآیی در دلی من، به حسرتها درآیی در دلی من، غریبی عاقبت در منزلی من. 2 چشمانی جهان بیند خورد مور، 2 چشمانی جهان بیند خورد مور، مجال نیست تا آن را کنی دور. شوی پوسیده مشتی استخوانی، شوی پوسیده مشتی استخوانی، بکن کاری که آنجا در نمانی. миноксидили 5% ва амизаролиш ҳатман истифода мебаред бародаро. аз надоштани риш танқисӣ мекашед, аз рехтани мӯи сар танқисӣ мекашед, пас ин мушкили шумо ҳал аст. миноксидили 5% истеҳсоли амрикоӣ метавонед ба мизаролер истифода баред. дар муддати 2 моҳ кафолати 100% метавонед риш ёки мӯи сари худро бароред. бародар та худа куҷои? Қирған. Ҳама чӣ рафти омадӣ? 100%. ку ҳам эмиграсионта нишон будед чандум число инамин бародаро имрӯз 21 сентябр ай и дина гузаштем 20-да. Ина миграсионка 100% пешад часни 20-да гузаштем. бе очрад мерад сразу ҳамез гарим ёд. Салом алайкум. Амая. Ханна. Нормали рафтем омадем. Ай куҷои Тоҷикистони? Ай Кавказобод. Чӣ рафти омадӣ? Ку ҳамаш хатм гапзад. Нормали ҳам хайд برای گراجاین تاجیکستان من سوال میکنم باید 3 ساعت 4 ساعت پروورکا میکنه هم سوالش در کنکرت جواب بده تمام به خاطر به یگان چه به پرابلم یگان پرابلم داشته باشه در همش برادر حل میکنه تکشتا بیاین ماشیناشو فل مگو حرفی جنونی از زبان است، همه چون شیر از پیستانی جان است. درود و رحمت در حق حضرت مولوی که باز ناگفته نماند. هر یک مصرع‌هایی که حضرت ایجاد کردند همه سرشار آیت و همه سرشار احادیث‌های پیغمبر خدا عبارت هستند. هر روز حضرت میگوید زمین ندا میکند، فریاد میزند. چی میگوید؟ مشو بر فرصتی 2 روزه مغرور، تو را باشد دلی من خانه گو. حضرت میگوید مشو بر فرصتی 2 روزه مغرور، تو را باشد دلی من خانه گو. صاحب دقایق میگوید اذا فارق الروح من البدن نودی من السماء 3 صیحات. وقتی که جان از بدن انسان که جدا می شده است، 3 آواز 3 صدای از آسمان به سوی همین جسدی که جان بر او دیگر نیست صدای می شده است. چی صدا می شده است؟ یا ابن آدم اترکت دنیا ام الدنیا ترکتک، اجمعت دنیا ام الدنیا جمعتک، اقبلت دنیا ام الدنیا قبلتک. 3 صدای از آسمان به سوی همان بدنی که 60 سال 70 سال جان در وجود او بود که الحال جان از اون بدن جدا شد، این صدا بر هم بدن می رسید است. چی می گفته است؟ ای فرزند آدم، آیا دنیا تو را ترک کرد یا که تو دنیا را ترک ساختی؟ آیا دنیا تو را جمع کرد یا تو دنیا را جمع کردی؟ آیا دنیا تو را قبول کرد یا تو دنیا را قبول ساختی؟
اینها یک نداهای زجری به سوی بدن انسان می شده است. زجران به سوی بدن ما و شما این نداها آمده می رسیده است. و اذا وضع علی المغتسل، اگر وقتی که همون بدن انسان در بالای همون چوبی که به نیت شستن میگذارند وقتی که میگذاشته است، در این حالت هم نودی من السماء ثلاث صیحات، باز سه صدای بر این بدن از جانب آسمان صدا میداده است. چی میگفته است؟ یا ابن آدم این بدنک القوی فما اضعفک و این لسانک الفصیح فما اسکتک و این اذنک السامع فما اصمک. ای فرزند آدم، اون بدن قوی که داشتی که راه میگشتی، کیلومترها میرفتی مانده نمیشدی، الحال چی شد که تو ضعیف شدی؟ چی شد که دیگر تو قوت راه گشتن نداری؟ چی شد که دیگر آدمها در اطراف تو جمع شدند و این بدن ضعیف تو را اونها آماده شستن گرفتند؟ و این لسانک الفصیح، در کجاست آن زبانی که تو آزادانه سخن میگفتی، یک معرکه کلان آباد میگرفتی؟ الحال چی شد که تو سکوت کردی؟ دیگر هیچ زبان تو دیگر تلفظ حرف کرده نمیتواند. و کجاست آن گوشی که تو میشنیدی؟ امروز چی شد که گوشهای تو به منزله گوشهای بیماری کر شده است که دیگر هیچ چیزی را نمیشنوی؟ و اذا وضع علی الجنازه، وقتی که باز انسان از اونجا میبرداشتند بالای جنازه را میگذاشتند، نودی من السماء ثلاث صیحات، باز سه صدای صاحب دقایق میگوید باز بر همین جسد صدای می آمده است. این جسد این چکار میکند؟ میشنیده است. چی میگفته است؟ یا ابن آدم کل عمل عملته تراه فی هذه الساعه. این جسد میگفته است هر عملی که تو در دنیا کردی الحال بعد ساعت تو به جزای او روپرو میشوی. هر عملی که در دنیا، چگونه ای که عمر خود ضایع کردی، چگونه ای که عمر خود سپری کردی، الحال بر یک مکان تو را میبرند که تو موافق عملی کردگی جزای او را میگیری. و این کنت، و اگر تو بودی عمل کننده خیر جزای خیر میگیری، اگر تو بودی عمل کننده بد جزای بد میگیری. توبى لك ان اصلحت عمرك والويل لك ان ضيعت عمرك. صدا میداده است، چی میگفته است؟ خوش به حالت اگر تو عمرت را به صلاحیتی گذرانده باشی، خوش به حالت که اگر عمرت خوب سپری شده باشد، الحال با تو چی هست؟ مکافات های بهترین خداوند رو پرو می شود. لیکن وای بر حالت که اگر عمر خودت تو در بیهوده گذرانده باشی و به قدر عمر خودت نرسیده باشی و از طاعت عبادت خدا دور شده باشی، وای بر حالت که الحال تو با این چی میشه؟ رو پرو میشه. اینها سخنهایی هستند که در عوض غزلهایی که حضرت مولوی الحال به سمع ما و شما رسانید، این مطلب، البته این تفسیر همین مصرع‌هایی که حضرت مولوی برای ما و شما ایجاد کردند این است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. صدق الله العظیم. این آیات از سوره مبارکه اسراء است
بر ما و شما چی میگوید؟ خبر میدهد ای محمد صلی الله علیه و سلم برای امتانت خبر بده که روز در بین یک جمعیت ملائکه هایم من خبر داده بودم. چی خبر داده بودم؟ اینی جاعل فی الارض خلیفه. ای جمعیت ملائک آگاه باشین که من در روی زمین یک خلیفه می آفرم، پیدا میکنم. قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء. وقتی خداوند میگوید این صدا را من بر ملائکه ها دادم، خبر دادم که من یک خلیفه در روی زمین می آفرم، پیدا میکنم، این ملائکه ها به جانب من گشته گفتند پروردگارا تو کسی را در روی زمین می آفری، پیدا میکنی که آن کس روی زمین را فساد میکند و یسفک الدماء و در روی زمین خون ریزی میکنند و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک. پروردگارا اگر مقصد آفرینش تو حمد و تحلیل تو باشد، ما جمعیت ملائک حمد و تحلیل تو را میگوییم و مانده نمیشویم. قال اینی اعلم ما لا تعلمون. خداوند به جانب این ملائکه ها چی گفت؟ ای جمعیت ملائک آن چیزی را که من میدانم شما نمیدانید. از همین ساعت آفرینش آدم چی شد؟ سر شد. در روی زمین تا آفرینش آدم با قول بعض مفسران جنها زندگی میکردند. شاید که سوال به میان بیاید که این ملائک علم غیب از کجا میدانست که این طایفه انسان، این خلیفه که الحال خداوند بر ملائکه ها خبر داد که من خلیفه را در روی زمین می آفرم، ملائکه ها در حال گشته گفتند که این خلیفه مقصد از خلیفه این حضرت آدم بود. شاید سوال برمیان بیاد که ملائکه ها از کجا می دانستند که آدم در روی زمین را فساد میکند و خونریزی میکند، حالان که علم غیب در نزد خدا هست. مفسران میگویند زیرا که پیش از آدم در روی زمین جنها زندگی میکردند و جنها روی زمین فساد کردند و خونریزی در روی زمین کردند. یا شاید میگه تحلیل دیگری مفسران این است که در لوح المحفوظ جنها خوانده بودند که این سیر، این حالت خداوند در آن لوح المحفوظ کتابت کردگی بود. یا شاید میگن مفسرها این که بغیر ملائک اونا میدانستند که همه مخلوقات خداوند در نزد خداوند عاصی و گناهکار میشوند، از این خاطر این سخن گفته بودند. لیکن خداوند چی گفت؟ گفت ای ملائک، گفت آن چیزی را که من میدانم شما نمیدانید. و خداوند به آفرینش آدم چیکار کرد؟ شروع کرد. و خداوند در قرآن خبر میدهد ما آدم را از خاک آفریدیم. حضرت آدم خداوند از خاک آفرینش کرد، پیدا کرد و بعد او مختصرا من بر شما حکایت میکنم و بعد او از پاره از قسم قبرغه چپ حضرت آدم مادر ما و شما ما حوا را هم خداوند پیدا گردانید و هر دو اینها را یک جفت ساخت و هر دو اینها یک جایه شدند و فرزندهای اینها در روی دنیا پیدا شدن گرفت. و خداوند پیدایش آدم هم بسیار خوبه در سوره مؤمنون برای ما و شما حکایت میکند، خبر میدهد که انسان چگونه در شکم مادر آب و تاب مییابد. گوش میاندازیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين
خداوند میگوید انسان ما از خاک آفرینش کردیم، پیدا کردیم، یعنی سلالت من طین ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین. البته همه این به یک معنای هست که انسان ما از نطفه آفرینش دادیم. ثم خلقنا نطفة علقة ثم خلقنا علقة مضغة ثم خلقنا مضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم خلقنا خداوند چی میگوید؟ میگوید خلق کردیم انسان اولا از یک نطفه آبی سفیدی که در رحم مادر پرتافته شد و بعد 40 روز این نطفه، این آبی سفید به یک خونپاره مبدل شد و بعد از آن این خونپاره به گوشتپاره مبدل شد، بعد از آن این گوشتپاره به استخوان مبدل شد. ثم کسونا العظام لحما، بعد از آن ما اطراف این استخوان پر از گوشت ساختیم. ثم انشأناه خلقا آخر، بعد از آن ما ایراد جان در وجود این آدمی که در شکم مادر است ما جان دمیدیم. فتبارک الله احسن الخالقین. چه مبارک ذاتی هست که این گونه انسان خلق می سازد. مفسران میگوید فتبارک الله احسن الخالقین. این آیت وقتی که حضرت رسول اکرم میگه به مردم خبر میداد ترتیب آفرینشی آدم و فتبارک الله احسن الخالقین ناگفته که میگه رسول اکرم خنده کردند. صحابه گفتند باعث خنده چی هست؟ گفت الحال این سخنی که فتبارک الله احسن الخالقین که از زمان عمر صدا داد دوام آیت به همین سخن عمر انجام می‌یابد. حضرت عمر گفتند شکر به سوی خدا که در 4 آیت با خدا چی شدم؟ با خدا در سخن خداوندی پیشگویی کردم که این سخن من با سخن خداوندی راست آمد. وقتی حضرت رسول اکرم که آفرینش آدم گپ میزد، حضرت عمر در آخرش گفت فتبارک الله احسن الخالقین. چه مبارک ذاتی هست که این گونه انسان خوب آفرینش داد که از یک نطفه به خون، از خون به گوشت، از گوشت به استخوان اینا مبدل ساخت، بعدن جان در وجود این چکار کرد؟ پیدا کرد. و همین پیدایش آدم خدا رحمت و مغفرت کند سعدی بزرگوار که حضرت بسیار خوب بر ما و شما باز یک در نظم می‌دارد، میگوید ببین تا یک انگشت از چند و بند به صنع الهی به هم در فکن. ببین تا یک انگشت از چند و بند به صنع الهی به هم در فکن. حضرت میگوید به یک انگشت الهی نظر کنید، یک انگشتی که چگونه که شما بخواهید ملائما قد می شود، نگاه کنید که در یک انگشت چند استخوان پیوست کرد. ببین تا یک انگشت از چند بند به صنع الهی به هم در فکن. پس آشفتگی باشد و ابلهی که انگشت بر حرفی صنعش نهی. پس انسان به عقل است، میگه سعدی. پس انسان ابله است وقتی که در همین قدرت الهی چکار نمیکند؟ باور نمیکند و تسلیم نمیشود و نمیگوید که انسان از خاک است و نمیگوید که انسان نظر کن که هر یک استخوان پاره که در وجود او هست همه این از قدرت الهی است. ما و شما پیشینیان میخوندیم، یک درس های باطله داشتیم که انسان از میمون است، لیکن الحمدلله که امروز دروازه علم کشاده شد، حقیقت باز جای خود پیدا کرد. ما و شما فهمیدیم که انسان از میمون نبوده است، بلکه انسان خدا خود در قرآن خبر میدهد این من پیدا کردم از خاک، که آفرینش حضرت آدم اولش چی بوده است؟ از خاک بوده است. تأمل کن از بحر رفتار مرد، حضرت میگوید تأمل کن از بحر رفتار مرد که چند استخوان پی زد و وصل کرد. تأمل کن از بحر رفتار مرد، وقتی انسان راه میگردد در رفتار انسان میگه نظر کن که چند استخوان پی زد و وصل کرد. ببین هر یک مشک، هر یک استخوان در حالت قدم زدن چگونه اینش پس میراد، اینش پیش میآید، کدامش در جای خودش استوار ایستادگی است، تا که آدم با یک
خوب با یک قدم های مستحکمی خواه می دود، خواه می نشیند، خواه راه می گردد، همه اینها را خداوند چکار کرد؟ جا بجا کرد که به گردش کعب زانوی و پای نشاید قدم بر زدن ز جای. حضرت میگه اگر همین استخوان‌هایی که ملایما قطع نمی شدن، اگر این استخوان‌هایی که در پای انسان خداوند گذاشتگی هست، اگر اینها یعنی یک حرکتی نمی داشتن، انسان از جاش قدم زدن نمی توانست. از آن سجده بر آدمی سخت نیست که در صلب او مهره یک لخت نیست. بین حضرت میگوید این سجده که شما بر خداوند میکنید که میان خود خم میکنید در رکوع، از آن سجده بر آدمی سخت نیست. برای تو سجده کردن هیچ مشکلاتی ندارد. برای چی؟ که در صلب تو مهره یک لخت نیست. زیرا که اون ستون مهره که خدا برای تو آفرینش کرده است، او یک لخت نیست، او یک ستونی راست نیست. 200 مهره بر یکدیگر ساخته است که گل مهره چون تو پرداخته است. حضرت میگوید 200 مهره بر یکدیگر ساخته است. این مهره های ستون مهره را نظر کن که هر کدام این با یکدیگر چگونه یک پیوستی خوبی میشوند و چون گل مهره چون تو پرداخته است، مثل یک گل یک منظره خوبی دارد و هر کدام اون چی می شود؟ خم راست می شود تا انسان خدای خود را سجده کند، تا انسان چیکار کند؟ از پای کار و معیشت زندگیش به آسانی از عهده اینها برآید. رگت بر تنت ای پسندیده خوی، زمین در او 360 جوی. حضرت سعدی میگوید یک بر نظر اندام نظر کن، تو به منزله یک زمینی هستی، به منزله یک زمینی هستی که 360 جوی، 360 رگ پیوند در وجود تو حرکت میکنه. رگت بر تنت ای پسندیده خوی، زمین در او 360 جوی. آفرین، هزارها حمد به جانب او ذاتی که اگر انسان آفرینیش نظر بکنی، هر یک اعضای او به خدا قسم ما و شما را در حیرت میارد. چگونه یک آفرینش زیبای در وجود انسان خداوند پیدا کرده است. از این خاطر خداوند بر ما و شما خبر میدهد ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و فضلناهم علی کثیر مما خلقنا تفضیلا. به تحقیق من فرزند آدم نسبت همه مخلوقاتی که در روی دنیا دارم از همه اونها دیده مکرمتر ساختم، عزیزش ساختم. ولقد کرمنا بنی آدم، یعنی خداوند مخلوقای زیادی دارد. ما و شما گاه وقت دعا میکنیم 18,000 مخلوق میگیم، در اصل 18,000 مخلوق خدایی البته موجود هست و از بین این 18,000 مخلوق فرزند انسان خدا میگد ولقد کرمنا بنی آدم، فقط و فقط فرزند آدم من در بین همه اینها چیکار کردم؟ مکرم ساختم. از همه این مخلوقات دیده قدر ما و شما در نزد خداوند از همه بالا هست. ما شیء اکرم علی الله یوم القیامت من ابن آدم. رسول اکرم میگوید در روز قیامت از فرزند آدم دیده دیگر مخلوق هیچ کدامش در نزد خدا قدری ندارد. قیل یا رسول الله ولا الملائکه، میگه رسول الله را سوال کردن آیا ملائکه هم دیده از خدا از این فرزند آدم دیده پستر است؟ رسول الله گفتن ولا الملائکه، ملائکه هم در نزد آدم هیچ قدر قیمتی ندارد. در روز قیامت از فرزند آدم دیده دیگر هیچ چیز در نزد خدا، حتی ملائکه ها هم در سینه دوم بعد انسان قرار میگیرند.